چندین سال پیش در پارلمان ایران در مجلس یه آقای بلند شد گفتش که خدا ایشالله این نفت و ریشه‌ش رو بکنه. ما اگه نفت نداشتیم میشدیم مثل ژاپن با زور بازو و همت خیش. یکی دیگه هم بلند شد گفت آقا خفه شو بشین، ما اگه نفت نداشتیم میشدیم مثل افغانستان نه مثل ژاپن. ایران بدون نفت اون شکلی میشد نه این شکلی. یه ویدیو الان برای میذارم 50 ثانیه است، شاید شما فکر کنید بی ربطه ولی با توجه به تجربه زیست من کل این ویدیو تفاوت فرهنگ بین ما و ژاپن رو توضیح میده با دیدنش. شاید براتون عجیب باشه، به نظرتون میگم بی ربط بیاد ولی به نظر من دقیقاً نکتهش اونه. و من با اون حرف آقا که میگه افغانستان میشیم موافق نیستم، با حرف این آقا هم که میگه ژاپن میشیم. ما ایرانیم، ما این مدل خودمونیم. ولی این ویدیو خیلی قشنگ توضیحش میده. چیزی که میذارم ویدیو نیست، این یک اسکرین رکوردینگی از گوشی منه توی یوتیوب، تو اون فیدزی که دارم نگاه میکنم و اینا. بین مثلا تسکایی که دارم در طی روز اینا یک سری چیزای خیلی خاص رو سلکت کردم. بالاخص مثلا کارهای چوب ژاپنی رو خیلی دوست دارم، یا مثلا سروایوالای یه دو سه نفر آمریکایی هم دنبال میکنم. همین چیزی که خودم دوست دارم. یه اشتباهی کردیم، گول خوردیم، یه بیلاخ زدیم بالا از سر دیگه، میدونید چیز یو ایکس، چیز دیگه یو ایکس سوشال میدیا دیگه. و زدم این اولویه بعد از این اومد این کل این فیلم و تصویر اون یارو تو پارلمانو به نظرم تفاوت عمده، اصلا از دید خوب و بد نیست مثلا که ژاپنیا بهتره بدتره، ولی اگه تعجب میکنیم که چرا اونا اونجورین ما چرا اینجوریم، چرا هر کسی یه جوریه، این مثلا این ویدیو، این اسکرین رکوردینگ اینو نشون میده به اعتقاد من.はい、簡単です。お待ちどうさまです。煙がいいです。僕もそれ。お待ちどうさま。ありがとうございます。どうぞ。